بعد هم یک چیز دیگه که با این مردم بیشتر میگن همین سخنه که میگه که شما حرکت ایسا حرکت میگه اختوان برکت همین یکم حدیثه و یاد اومده همین را دوست بیشتر مردم استفاده میبره. بله بسیار مردم میگوید که یعنی که خدایم گفته است که از تو حرکت از من برکت گفته است. بعد من میگم که در کجا گفته است خدا؟ در کدام سوره، در کدام آیت؟ به این لفظ نیست. لیکن الله تعالی گفته است که فمشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه، در روی زمین راه گردید و از رزق الله تعالی خورید. یعنی در خانه نشسته الله مرا رزق میدهد گفته کار نکردن این بدعت است. این در دین مقدس اسلام نیست. اگرچه هیچ کار نکنید هم الله تعالی رزقتون میدهد، لیکن باید یک انسان حرکت یک عمل داشته باشد. الله تعالی که فمشوا فی مناکبها، در بلندی های و در سطح روی زمین راه گردید و از رزق الله تعالی بخورید. یعنی باید بنده حرکت کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم که اگر شما مثل همین توکل حقیقی میکردید، الله تعالی مثل همین پرنده ها شما رو رزق میداد. سحر پرنده ها میروند گرسنه، بیگاه برمیگردن سیر. آخر سحر میرفتیان کو، سحر میرفتیان بیگاهی می آمدیان. یعنی که رفتن لازم، کوچه بر آمدن لازم، کار کردن لازم، حرکت کردن در کار. بعد الله سبحانه و تعالی رزق میده. اگر حرکت نکنیدم الله تعالی میدهد، لیکن این کار خوب نیست. باید انسان به دستنگری کس نباشد.